مثلا در سین هیچ چیزی موجود نیست. مثلا در پنجاب هیچ چیزی زندگی نمیتونه. دینی از خیبر پختونخوا قبل اینجا یا ایالت سرحد نامگذاری شده بود. آیا هیچ چیزی اینجا زندگی نمیتونه؟ یا هنوز زندگی نمیتونه؟ ما چقدر شاهد حادثات هسته و یعنی بسیار بسیار کم. Oh, we're waiting. They're packing down. یعنی ما با حدی دنیا و مسافرها هستیم ما میتونیم برای جامعه همسایه خود خطر باشیم و ما را باید نابود بکنیم. فکر رسمی باشه. اصل موضوع سیاست‌هایی که در پاکستان تغییر شده و همچنان تغییر سیاست‌هایی که در تغییر در جغرافیای پاکستان، افغانستان و ایران می‌باید در حقیقت مردم ما که هزاره بگذاریم رویه بگذاریم قربانی سیاست‌های جغرافیایی در آمد. از اینا در دفاع دیگر کسی نیست. پس کسی را بکش حتی گریه هم نکنه. کسی را بیزن که حتی صدا بلند هم نکنه. اما خوشبختانه که مردم ما این همه امکان‌های با درد را دارد که در هر شهری هر گوشه دنیا احسان و آواز بلند کنند. یک موضوع دیگر می‌خوایم ذکر بکنیم که فقط شخصاً نظر خودی من و هیچ ربطی به کسایی که برنامه امروز را تعریف کردن نداره. یعنی اگر مسئول قرار بودیم من مسئول هیچ کسی دیگه نیست. ما پس همین اعلان اهل‌الخیر و آقای علیاری اون بارا می‌کنم امروز ناسزا برای صحابه اهل سنت برای کسایی که اهل سنت احترام بسیار زیاد داره و دستیارها و گوشه مستقبال پیغمبر نشسته و آدم بسیار مصالحت با زبان بسیار کند و با لحن بسیار خشن توهین میکنه. ما خود این رو گران میکنم که نوی این آدم ها باید گرفته شد. شروع در لموزین میگرده و حتی شده این موترش هم دیدی گلوله اما صرف ما در نظارتان شده قربانی دارد. او آدم که نبابار میاد. او آدم انسانها را اعتقادات مذهبی جریحه دار میکنه. و زمانی که کسی به جنون اون نفر نرسید جنون مید بیچاره را میگیره و خفه میکنه. 10 سال پیش هم خواهد داره بیشتر اومد علیاری که نه الله یاری امروز مسئولی گوشه از جنایاتی که اتفاق میفته هست. این نظر شخصی من هر دوستی که میخواهد این رابطه بحث بکنه ما میتونیم در شهر آراندال کریستانسن ببینیم با هم صحبت بکنیم. فقط مسئولیت خودم میپذیرم و حرف خودم بوده ارتباطی به دیگر دوستان نداره. اگر دوستا اسم شهر شیعه میگذارن گفتم یا شیعه یا هزاره. فقط انسانی هست که بی دفاع کشته میشه. چی فرق میکنه که نامش قربان است یا اسد است یا علی است یا هر کی دیگه. ما شما امروز جمع شدیم صدای بلند بکنیم برای طفلی که تصویرش ببینید پدر خود دست داده مادر خود دست داده و هیچ جرمی هم نداشته. پیشانیش در کدام مهر در کدام سجده پایین آمده فرق نمیکنه برادر. دولت پاکستان این همه سالها را سکوت کرده. دولت پاکستان این همه سال را سکوت بوده هیچ آدمی را در پای دادگاه تا هنوز نبرده. درست است در روزهای اخیر بعضی آدم ها را گرفتن و رهبر بنیانگذاری لشکر جنگی را ای را هم دستگیر کردن اما هیچ کی به دادگاه نرفته هیچ کی جرمش اقرار نکرده و هیچ کی جزای جرمش هنوز تا هنوز که هست ندیده. پس خاموشی دولت پاکستان اثبات کننده این حرف است که در جنایات دست داره شریک است و میداند. پس ما و شما که جمع شدیم صدای بلند کردیم
برای هر آدمی که صدای ما را میشنود تاثیر مگذاره. بنا ناامید نباشیم که در این روز در یکی آمدیم صدای شما را کی شنید. صدای شما را هر انسانی که از اینجا تیر شد پلاکاتای شما را دید که چی نوشته. بنابراین شما صدا بلند کردین و صدای شما در گوش‌های رفت. اگر احساسی هست، انسانیتی هست، یقینا وجدانی تکان خواهد خورد. موضوع کویتا موضوع نسل کشیه، موضوع جنوساید یا موضوع فولکمورد است که هر سهشون یک معنا و یک تعبیر را داره. ما فشار باید وارد بکنیم که سازمان هایی که در رابطه با حقوق بشر کار میکنه این موضوع را تایید بکنه و تسلیم بکنه و اعلان بکنه که بله در کویته پاکستان نسل کشی یا فولکمورد یا جنوساید جریان دارد. یک بار دیگر قلباً از تشریف آوری همه شما عزیزایی که آمدین در این هوای سرد صدایی برای طفلایی که امروز پدر و مادر از دست دادن یا خانواده های داغدار بلند کردین یک دنیا تشکر. سلامت باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.